مشکل میدونی کجاست؟ نفری 1,000,000 پول میدیم برای ثبت نام و عکس گرفتن لاتاری، آخرم برنده نمیشین. بیاین بهتون رازایی رو بگم، اینجا جن داره که باعث میشه توی قرعه کشی رد نشین و حتی توی ادامه پروسه‌تون وقتی برنده شدین به مشکل نخورین و ریجکت نشین. بیاین این مشکلات رو بهتون بگم، این سری رازا رو بهتون بگم، این 1 تومن رو بذارید جیبتون، جون منم دعا کنید. بریم از اول ببینیم قضیه لاتاری چیه. دیوی لاتاری یا دایورسیتی ویزا پروگرام، یعنی ویزای تنوع نژادی. آمریکا میاد برای اینکه افزایش بده تنوع نژادی داخل کشورشو، میاد بین کشورهایی که ازشون مهاجر کمتر اومده قرعه کشی میکنه و به برنده ها گرین کارت و یا همون اقامت دائم آمریکا رو میده. البته کشورهایی که میتونن ثبت نام کنن خیلی محدودن. مثلا لیست کشورهایی که نمیتونن و سهمیه ندارن توی لاتاری و من اینجا براتون یه گوشه میذارم، میتونید ببینید. این کشورها سهمیه ندارن چون قبلا مهاجر زیاد ازشون اومده داخل کشور آمریکا و تقریبا یه حالت اشباعی هست. پس آمریکا صلاح میدونه کشورهای دیگر رو برداره قرعه کشی کنه و به اونا ویزای رایگان بده. یه نکته هست، اونم اینه که کشور ایران جزو کشورهاییه که کمتر مهاجر داشته به اون حدی که باید به آمریکا و این باعث شده که ایران هم توی لاتاری سهمیه داشته باشه برای ثبت نام. خیلی خوبه این قضیه. هر ساله این ثبت نام، تاریخ دقیقش اینجا من میذارم براتون. تو این تاریخ‌ها هر ساله ثبت نام انجام میشه به مدت 1 ماه. این ثبت نام توی سایت رسمی خود آمریکا انجام میشه که توسط سایت کنسولگری آمریکا KCC انجام میشه. فیک این سایت هم زیاد زدن. ولی اگه میخواین مطمئن بشین کدوم سایت اصلیه، به خاطر اینکه به مشکل نخورید، اول بیایید داخل گوگل و سرچ کنید dvprogram.state.gov. برای اینکه مطمئن بشیم سایت اصلی، میریم داخل گوگل dvprogram.state.gov رو سرچ میکنیم و اولین سایتی که میاره و اینجا اس سکیور داره که این اس سکیور، این اس به معنی اینه که امنیت اون سایت تایید صلاحیت شده و ایناست توسط خود گوگل. وارد این سایت اولیه میشیم و این سایت باز میشه. چند تا قسمت داره. خود سفارت هم میدونه قضیه چی به چیه و ممکنه خیلی‌ها ندونن داستان لاتاری چی به چیه، ممکنه اشتباهاتی کنن که باعث بشه که رد بشن. به خاطر همین اومده اول توضیح داده لاتاری چیه داستانش و اینجا هم که میبینید داخل اینجا گفته تایمی که تایم ثبت نام کیه و ادامه نتایج کیه. توی این اولیه بشین که گفته بود لاتاری دقیقاً چیه، این سایت باز میشه. اینجا فقط اومده گفته آقا 55,000 نفر برنده میشن، ما سالیانه قرعه کشی میکنیم. برای چی قرعه کشی میکنیم؟ اینجور داستانا. نه بگی آقا اگر شما مثلا مثال اگه شما سربازی رفتین یا اگه کار دولتی داشتین داستانتون از چه قراره، یا تمکن مالی آیا میخواد یا نمیخواد، این داستانا رو نگفتن. یا مثلا فرض کنید یه بنده خدایی دیپلم داره، توی لاتاری دیپلم 12 ساله نیازه. قبلا ما تا پنجم داشتیم، بعد میرفت اول راهنمایی. اینا دیگه ششم، هفتم، هشتم، 11 اینجوری دارن. اینا مثلا نیومدن گفتن که داستان اینا از چه قراره. یه ویدیو من در موردش ساختم که کامل توضیح دادم، توی دیسکریپشن هم گذاشتم، میتونید برید ببینید. برای عکس هم توی این قسمت هست اومده گفته عکس چجوریه، فقط گفته مربع باشه پشتتون، سفید باشه و عینک و اینا نزنید و از اینجور داستانا. در مورد حجاب و اینا نگفته داستان چی بشه. من یه ویدیو گذاشتم براتون، خودم چون عکاسم و تخصصم عکاسیه، یه ویدیو گذاشتم. توی این ویدیو کامل توضیح دادم عکس لاتاری چجوری بگیرید، چه از قبلش حین عکاسیش، چه از عکسو بارگذاری کنید یا ادیت کنید چجوری ادیتش کنید. توی دیسکریپشن گذاشتم. البته توی یوتیوب هم اگه شما بیاین سرچ کنید توی این قسمت این بالا بخواید بیاین سرچ کنید چیه اینا میاد واسه من یا بس ولش کن. خب راز عکس لاتاری سرچ میکنید. اینجا اولین ویدیو برده، این اولی است. حالا ممکنه پایینتر باشه یا ممکنه بالاتر باشه ولی تامنیلش اینه. روی این میزنید و 50% اولش گفتم چجوری باید عکاسی کنید، کارهایی که عکاسی پشت حین عکاسی هست. 50% بعدی اومدم خودم یه عکس گرفتم و اون عکس رو ادیت کردم، گفتم دی پی چقدر باید باشه، بیت ریت عکس چقدر باید باشه و اینا. پس این ویدیو هست که راز عکس لاتاری آمریکا، 0% لاتاری گرین کارت آمریکا. اینو سرچ کنید میتونید ببینید، توی دیسکریپشن هم هست. خب قسمت سوم اینجا بیگن اینتری، رو این بزنید میتونید ثبت نامتون رو انجام بدید. حتما اول عکستون ایناتون رو از قبل اوکی کنید، بعد بیاید تو این مورد ویدیو عکس رو ببینید داستان چجوری بعد. خب قسمت اول اومده یه راستی آزمایی میخواد کنه که شما ربات نباشه. آخه کدوم رباتی میاد اینجا یه عکس داده، مثلا توی این عکس یه نوشته ای داره 3ER6K. اگر هم این عکس واسهتون خانه نبود میتونید روی این بلندگوی بزنید یا میتونید اون بالا روی این فلشه بزنید یه عکس دیگه بیاره که اون واسهتون خانه تر باشه. الان یه دیگه آورد BE3MC. اگه هم اولی هم بود، هم اولی فهمیدید چیه، بنویسید و بزنید. حالا لزومی نداره روی اون فلشه بزنید.
روی سابمیت میزنید، وارد داستان میشیم. خب این فرم اصلیشه. فرم ثبت نام خیلی ساده است، 14 تا مورد داره که این 14 تا رو باید وارد کنید. خیلی ساده است ولی یه سری نکاتی داره که باعث میشه اینا رو اگه ندونید تو همینجا کلا ثبت نامتون اصلا توی قرعه کشی هم نیاد. یعنی یکی از فیلداش مثلا توی عکسه. خب توی عکس هم که شنیدید چقدر داستان داره، واسه همین بود اون ویدیو عکس من براتون درست کردم. از اول میام بهتون بگم. قسمت اول نامه. مثلا یه بنده خدایی اسمش اصغره یا مثلا علیرضا، اینجا باید وارد کنیم اسمشو. اصغر مثلا فامیلش هم خرشانسه. خب هر اصغری مثلا توی لاتاری برنده بشه خرشانسه دیگه. خب اینجا نمیایم بنویسین اصغر خرشانس. خب یا مثلا اصلا فارسی نمیایم بنویسین اصغر. خب فارسی که کلا توی این چیز، توی این سایت هر چیزی فارسی بنویسید دیگه تمومه. خب اصلا کلا باید انگلیسی باشه، فارسی اصلا نباید بنویسید. حتی عکستون هم که هست، اسم عکستون مثلا نوشتین عکس لاتاری، فارسی نیاد بنویسید، انگلیسی و عدد باید باشه. قسمت اول نوشته last name last family name، قسمت بعدی first name، قسمت بعدی middle name. مثلا اینجا اگه اصغر خرشانسه اینجا ننویسین اصغر بعد اینجا بنویسین خرشانس. خب اول توی آمریکا مثلا اینجوری، اول فامیلیو میگن بعد اسمو میگن. یه جاهای میدل نیم هم دارن که ما ایرانی‌ها اصلا نداریم. میدل نیم مثلا چجوریه؟ مثلا دیوید دی کاپریو، مثلا گابریل. این چجوریه قضیهش؟ مثلا گابریله نام پدر جدش بوده اینا هم میارن توی چیزشون، تو چیزشون ثبت شده. ولی ما ایرانی‌ها کلا همچین چیزی نداریم. این اشتباه نکنید اگه اسمتون علیرضا اینجا بنویسید علی، بعد اینجا بنویسید، اینجا بیاین بنویسید رضا. خب این اشتباه رو اصلا نکنید. شما باید چیکار کنید؟ شما باید اینجا کامل بنویسید علیرضا. البته روی پاسپورتتون بنویسید، ببینید کاملا اسم درستتون روی پاسپورت نوشته، چون اونا هم همون پاسپورت رو مستند میدونن برای چیزی که اینجا درج کردین. فامیلی هم از روی پاسپورت بزنید، حالا کوچیک بودن یا بزرگ بودن حرفش فرقی نمیکنه، چون خود سایت دیفالت برمی‌داره بزرگش میکنه. آخر این ویدیو مثلا آخر این چیزم فرمی که بهتون میدن نشون میده، میتونید ببینید که برشه حروفو بزرگ کرده. اینجا هم پس میزنیم فامیلی خرشانس. فامیلی میدل نیم هم پس نداشتیم، کلا ایرانی‌ها اینو نو میزنیم. اینجا مثلا علیرضایی نه بزنیم فیمل، این دومی میشه زن، فیمل مردم میشه میل. روی دومی بزنید مثلا علیرضا باشه اسمت، این بنده خدا یا همچین مثلا تصوری داره همچین شخصی ببینن اونجا هست. پس میان چیکار کنین؟ اگه مرد روی مرد، روی زن هم زن. قسمت بعدی بیرت دی. اینجا نوشته تاریخ تولد. تاریخ تولد باید به میلادی باشه نه به شمسی. ما ایرانی‌ها مثلا میایم میگیم 11/10/1403 اینجوری میگیم، ولی اینا نه. اینا اول ماهو میگن، بعد روزو میگن، بعد سالو میگن. مثلا آگست مثلا اول ماهو میزنن آگست مثلا میشه 8 برج 8، بعد مثلا روزو میزنن مثلا 20 فرض کنید، بعد مثلا سالو مثلا میان میزنن. خب برای اینکه بتونید تبدیل کنید، میاید توی گوگل میاید سرچ میکنید اینجا تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، و اینو که سرچ کردید وارد اولین سایت میشید. اینجا خودش اتوماتیک برای چیز میکنه. اینجا تبدیل شمسی به میلادی رو میزنید، روز 6 مثلا شهریور سال 1372 روی تبدیل میزنید. اینجا شنبه 6 شهریور 1072 معادل 28 آگوست 1993 میشه همون 28/8/1993. پس اینجا ماه میشد آگوست یا همون 8م، دی میشه روز میشه 28، سالم بود چند 1993. پس اینجوری وارد میکنیم. قسمت بعدی سیتی. خب شهری که شما به دنیا اومدید. مثال ممکنه آقا شما ایرانی باشید توی ایران به دنیا اومده باشین، خب الان ساکن مثلا یه کشور دیگه باشین، این کاری نداره. شهری که شما به دنیا اومدید چیه؟ مثلا تهرانه. اینجا می نویسید تهران. اگر هم نمیدونید کدوم شهر به دنیا اومدید، اینجا تیک نمیدونم رو بزنید. روی بعدی میگه country where you، یه کشوری که شما به دنیا اومدید. مثلا ممکنه شما ایرانی باشید توی ایران به دنیا اومده باشین، الان مثلا توی چه اسمش انگلستان باشین، آلمان باشین یا هر جایی، نیاین بزنید انگلیس یا آلمان. کشوری که الان زندگی میکنید، الان جایی که هستید رو نمیگه، جایی که به دنیا اومدید. پس شهری که به دنیا اومدید بود شد تهران، اینجا می‌نویسید تهران. کشوری که شما به دنیا اومدید رو میزنید کجا؟ ایران. اینجا میتونید بگردید یا میتونید آیو بزنید، اولی ایران بعدش عراق. پس میزنید روی ایران. روی قسمت ششم، یعنی کشوری که شما میخواین از سهمیه لاتاریش استفاده کنید، باید جزو کشورایی باشی که توی لاتاری هستن. اگر شما ایران به دنیا آمدید
روی ایران زدین اینجا، دیگه به این تیک یس دست نزنید، چون ایران خودش سهمیه لاتاری داره. ولی نه، اگر مثلا کشوری که شما به دنیا آمدید هنده، مثلا میشه ایندیا، هند اینجا سهمیه نداره. ولی اگر پدر یا مادرتون ایرانی هستن، به خاطر اینکه این پدر یا مادرتون ایرانی هستن شما تونستین پاس ایرانی بگیرید، میتونید اینجا رو مثلا بزنید ایندیا، کشوری که به دنیا آمدید، میزنید هند، اینجا روی 9 میزنید و میایید اینجا ایران رو میزنید و از سهمیه ایرانتون استفاده میکنید. ولی نه، اگر ایران به دنیا آمدید اینجا همون ایران رو میذارید بمونه، خب، و اینجا هم همین یس رو میذارید بمونه، دستم مش نمیذارید، میایید پایین. خب قسمت بعدی هم برای عکس بود و تو این قسمت هم بهتون گفتم خیلی داستان داره، حتما ریسک نکنید، مثلا بگید حالا من میذارم نشد یه سال دیگه دوباره ثبت نامشه. ریسک نکنید، برید اون ویدیو کامل ببینید. من واقعا خیلی زحمت کشیدم واسه اون ویدیو، همه چی هم تکمیله. یعنی حتی خودم عکس گرفتم از خودم، رفتم روی عکس خودم ادیت کردم، بهتون توضیحات دادم که هیچ کس همچین حرکتی تا حالا من ندیدم تو نت بزنه که بخواد مثلا بتونه کمکتون کنه که عکس خوب بگیرید. پس برید ببینید چه جوریه، عکستون چیز کنید. الان اینجا بهتون یه تست بدم ببینید قضیه چی به چیه. نگاه کنید، مثال اینجا روی چویس فوتو که میزنید، مثلا من این عکس رو انتخاب کرد، مثلا میبینید چیه، دو تا دونه لیف سیلیکونی و اینجور چیزاست. خب و اسمش هم فارسیه. خطای اول، اسم نباید اصلا فارسی باشه. بهتون گفتم تو این سایت اصلا فارسی تعریف نشه، فقط انگلیسی یا عدد. پس نمیاد بنویسید عکس لاتاری به فارسی، میاد بنویسید دیوی مثلا فوتو یا عکس یا فینگلیش بنویسید، اصلا فارسی ننویسید، اصلا اسم کاری نداره چیه. و فرمت حتما باید JPG باشه، 6 ماه گذشته باشه. میگم توضیحاتش کامل توی چیز دادم. حالا خب این عکس ما میدونیم داستان میکنه، ولی میایم یه حرکت دیگه بزنیم. یه عکس دیگه میذارم، این الان اسمش انگلیسیه درسته، ولی 4 تا خط عکس هم که میبینید مربعه. این عکس کامل مربعه. خب هیچ مشکلی هم بازم نگرفته. خب الان مثلا ما میایم اینجا رو بریم تستش کنیم. من میدونم بقیه خطاهای جای دیگه هم پر نکرده میزنه، ولی فقط میخوام صرفا تستش کنم که شما ببینید چی به چیه. اینجا میگه نگاه کنه یه چیزی اینجا اشتباهه. میگیم چی اشتباهه؟ میگه عکست. حالا پایینیا رو من کاری ندارم، پایینیا چون پر نکرده میگه اشتباهه. اینجا میگه عکست، میگه your photo must be in JPEG format. اولا فرمتش PNG JPG نیست. خب دوما چی؟ your photo must be a square pixel between 600. خب اینجا گفته که عکس شما خب باید به صورت مربع باشه، حداقل 600 در 600 پیکسل و حد اکثر 1200 در 1200 پیکسل. اگر گوشیت میتونه 1200 پیکسل در 1200 بگیره اونو بگیرید، چون اگه اونو نگیرین خب احتمال اینکه تار بشین خیلی بیشتر میشه. پس تا حد اکثر 1200 پیکسل تا 1200 پیکسل رو شما میتونید اوکی کنید، درسته؟ حالا من میرم رو عکس اول که اسمش فارسی بود، این تو بعدم اشکال ایجاد میکنه. خب ولی JPG بود و سایزش هم چی بود؟ نگاه کنید این عکس اول روی دیتیلش من بیارم، نگاه کنید روی دیتیل این 900 پیکسل در 900 پیکسله، مربع هم هست. عکس لیفو گذاشتم مثلا، عکستون هم حد اکثر باید 245 کیلوبایت باشه. خب یعنی از 245 کیلوبایت یه دونم بالاتر باشه ارور میده. پس شما سعی کنید 240 کیلوبایت حد اکثر مثلا چیز کنید. روی عکس دوباره چیز داده، اخطار داده. اینجا عکس چجوری بود؟ اگه دقت کرده باشین عکس این عکس بود دیگه، این عکس بود و عکس اینجا کمتر از 1245 کیلوبایت بود، پس سایزش اوکی بود. و چی؟ و 900 در 900 پیکسل بود، یعنی بین 600 پیکسل تا 1200 پیکسل بود، پس پیکسلش هم اوکی بود و مربع بود. بیت ریتش 24 بود. خب 24 اوکیه. دی پی آیش نگاه کن، هورزونتال رزولوشن و ورتیکال رزولوشن، نگاه کن دی پی آیش 96ه، دی پی آی باید 300 باشه. حتی دی پی آی هم نتونست اینجا چیز کنه، ارور نگرفت، ولی بعدم دی پی آی ارور میگیرن ازتون. من توی اون ویدیو ادیتش کامل بهتون گفتم. میام یه عکس دیگه رو میذاریم. من یه عکسی دارم به عنوان عکس فیک، اسمش هم چه کرده بود؟ اسمش هم ارور گفته بود آقا از این شکلک مکلک و اینجوری چیزا استفاده نکنید، فقط حروف کوچیک یا بزرگ انگلیسی و عدد. اونجا اسمش فارسی بود، به خاطر همین اشتباه گرفت. حالا
این عکس سین که یه چند تا اسکاجینا دورشه، این اما یه تست بگیریم ببینیم چی کار میکنه. سایت یه دقیقه لودش کنه ببینیم این عکس چه اروری میگیره. خب اینجا میگه ارور چند تا داره، این ارورای پایین هم هست درسته، ولی میایم نگاه کن فیکه، اسمش هم فیکه، انگلیسی اصلا فیک هم کاری نداره. خب نوشته your photograph was successful، هیچ مشکلی نگرفت. این عکس اسکاج 4 روز دیگه برنده میشه. خب گرفتی چی شد؟ و میره کجا؟ لاتاری آمریکا. این عکس اسکاج، واسه بزرگش کنم، این عکس برنده میشه و میره آمریکا بلاد کفر، اون ماشینا و اون اشغالا و آدمای مختلف و اینا، اونو تجربه میکنه، من تجربه نمیکنم. حالا اینو شوخی کردم، ولی نگاه کنید اینجا پس چی شد؟ پس سایت لزوما اگه اینجا قبول کرد دلیل بر این نیست که عکس شما درست بشه. این همون تخصصی که من بهتون گفتم، چند تا نمونهش اینجا گفتم، اصل کاری‌ها تو اون ویدیو، پس برید حتما ببینید. خب پس چی شد؟ اینجا عکس مشکل نگرفت. عکسای قبلی هم که مشکلاتش که دیدین چیزی بود. عکس اسکاج قبول شد. من دیگه حرفی ندارم. اگه میخواید مثلا اشتباه کنید ریسک کنید با سر این مورد ریسک کنید، ولی اگه نه میخواید اصولی باشه و برنده بشه اوکی. چون نگاه کنید اینا هم برنده که نمیشه. این عکس سایت قبول کرد، 4 روز دیگه تو قرعه کشی یه دونه سیستم دیگه ای هست، یه الگوریتمی هست، اون میاد چک کنه کدوم عکساش درسته، بعد بین اونایی که عکسشون درسته برداره قرعه کشی کنه و با اسکاج روبرو میشه و اینو انسان تشخیص نمیده و این رد میشه و شما قبول نمیشی. توی چیزام که وقتی هم که جوابم اومد نمیگه به چه دلیل که رد شدی، میگه رد شده، قبول نشد. نمیاد بگه رد شدی، میگه قبول نشدی، همین. نمیاد بگم رد شد. پس من یه کاری میکنم، یک بار دیگه من فقط میخواستم بهتون بگم عکس داستانش چیه. خب میخواستم بهتون بگم که این عکس چقدر مهمه و داستانش چیه. پس یه بار دیگه من میام توی قسمت ثبت نام، اینجا YJVJE. خب این از این قرار شد دیگه، اسکاج برمیداره میره آمریکا، ما اینجا میمونیم. خب پس چی شد؟ فامیلی نیم ما میزنیم خرشانس، اسکاج هم بود دیگه، نیمش هم زدیم علیرضا، میدل نیم هم که گفتیم نداشته، علیرضا هم مرد بوده، اینجا میزنیم مرد، تاریخ چیزش هم 28 آگوست 1993 بود، تبدیلش کردیم. سیتی یور بورن هم زدیم تهران، کانتری یور بورن کشوری که شما به دنیا اومدید هم زدیم ایران، چون تهران تو ایرانه و چون ایرانی هستیم این تیکه هم حتما باید یس باشه، دستش نزنیم، مگه اینکه گفتم اگر مثلا شما هندی یا میخواین از پاسپورت ایرانی که توسط مادر یا پدر ایرانی گرفتی استفاده کنی، پس اگر ایرانی هستی اصلا این یس رو بذاری، همین یس بمونه، هیچ کارش نمیشه. عکسم من چون اون عکس اسکاج رو قبول کرد، اسکاج رو میذارم تا آخر با اسکاج بریم که اسکاج مثلا چیز بشه. خب که آخرام ببینید دوباره ارور نمیده، چون اروری که اونجا داده بود دو پایینیا بود. عکسم که شد این. حالا میایم اینجا چی؟ میلینگ آدرس. خب قبلا تا سال 2014 بود یا سال 2016 دقیق حضور ذهن ندارم، ولی تا اون تایم لاتاری تو سایت ثبت نام مثلا نمیشد، بعد مثلا نامه بازی میکردید، مدارک رو میفرستادید و این کارا انجام میشد براتون. خب حالا قضیه از چه قراره؟ حالا این اتفاق توی اینترنت افتاده و به صورت اینترنتی ثبت نام کنید، آدرس باید بدید. خب قضیه اینه که آدرس شما باید بدین، ولی یک موردی وجود داره، اینه که آدرس الان مهم نیست. خب که ثبت نام میکنید مثلا شاید اونجوری که فکر کنید مهم نیست. خب کی مهمه آدرس؟ زمانی مهمه که شما برنده شدین، خب و جواب برنده شدنتون اومد، فرم چیزو ازتون میخواد، فرم DS 260 میگه شما خونتون کجاست، فلان کجاست، اون با این تطابق نداره و اون کسی که میخواد چک کنه فرم بعد قبول شدنتون رو چک کنه ببینه شما آدم راستگویی بودید یا نه، نگاه میکنه آدرس، این آدرس هیچ وقت اون آدرس نبوده و شما کیس نامبرتون میره بالاتر، دیرتر میرین سفارت، اونجا قبول نمیشید یا مثلا تو سفارت بهتون گیر میدن. پس آدرس رو باید اصولی انجام بدید. بهتون بگم آدرس هم این نیست که آقا ایرانی‌ها مثلا بولوار فلان و شهید فلان و اینجوری نیست، من قربون شهدام برم، ولی اینجوری مثلا نیست که 10 کیلومتر آدرس باشه. و یه چیز دیگه هم وجود داره، اینا از آخر به اول میان. مثلا ما آدرس میخوایم بگیم ایران، شهر مثلا تهران
مثلا استان تهران، مثلا شهر تهران یا همچین چیزی. اونا نه، اونا اول میگن واحد فلان، مثلا یونیت 4، نامبر مثلا پلاک مثلا 10، خیابون مثلا احمدی، بولوار مثلا فلان، بعدش مثلا میرن روی شهر. اینجوری هم برعکسن. پس ما واسه این که بدونیم قضیه چیه، آدرس رو اشتباه نزنیم و به چخ نریم، میایم از داداشم گوگل استفاده میکنیم. برای اینکه از داداشم گوگل استفاده کنیم، من اینجا براتون چیز میکنم، میایین روی گوگل مپ. توی گوگل مثلا بیا، اگه برنامه نقشم ندید، توی گوگل سرچ کنید گوگل مپ. خب سعی کنید انگلیسی سرچ کنید که اسم انگلیسی بهتون بده مشکلی نخورید. توی گوگل مپ سرچ کردید، میاید آقا مثلا من یه نقطه توی نزدیکای تهران رو انتخاب میکنم. اینجا نگاه کنید، توی کشور مثلا ایران، استان مثلا تهران، مثلا فیروزکوه، اینور مثلا دماونده. خب ما مثلا میریم روی همون فیروزکوه کمتر از دماوند تعطیلی داره. خب میریم روی فیروزکوه، مثلا من توی فیروزکوه میخوام بهتون آدرس بدم. اینجا فیروزکوه. خب آدرسشو میخواین روش نگه که دارین، اینجا مینویسه فیروزکوه. نگاه کنید روش که نگه دارین، اون بالا نوشته فیروزکوه، خب پایین نوشته تهران پروینس ایران. خب پس اولی بالایی شد شهر، پایینی چپ شد استان، راستی شد چی؟ کشورت. استانتون نمیدونی دقیقاً چیه، شهرت نمیدونی چی، اینجا دقیق میتونی پیدا کنی. پس میزنیم فیروزکوه. خب اینجا هم خیابونه چیه؟ مثلا ولیعصر، اونجایی که مارک کردم میخوام بگیم مثلا ولیعصر، این بلواره ولیعصر، بلوار ولیعصر، خیابون حسینی، کوچه چی؟ قاسمی. متوجه شدین؟ حالا اینجا کوچه قاسمی مثلا پلاک 2 واحد مثلا 17. خب الان براتون مینویسم اینو چجوری کنی. پس اسم دقیق انگلیسیشو از اینجا میتونید گیر بیارین. روش نگهداری مینویسه، میاد اینجا بالایی فیروزکوه شهرتونه، پایینی چپ میشه استان و چی. مثلا یه جای دیگه بگیم آقا تهران رو مثلا نگیم، مثلا بریم ما توی قزوین زویار. خب مثلا زویار جزو استان قزوین بوده. حالا یه جای دیگه مثلا بهتون بگم دقیقاً بدونید منظورم چیه. مثلا شهر ملایر، شهر ملایر نمیدونی کدوم استانه دقیقاً. ملایر رو بالا نوشته استان همدان، اون یکی هم ایران. پس چی شد؟ ملایر استان همدان. اگر مثلا یه جایی هستین توی کرمانشاه هستین یا یه جایی هستین که دقیقاً نمیدونید شهرستان رو باید بزنید یا استان رو باید بزنید، تفاوتش تو اینه. از اینجا میتونید شما متوجه بشید که قضیه شما به چه صورت هستش. پس آدرسی هم که از اونجا ما به دست آوردیم، خب به این طریق شدش که آدرس هم من بیارم که از روی آدرس براتون که از روش کارو در بیارم. خب پس اینجا چی شد؟ کشورش شد ایران. اینجا رو اول رو کاغذ مثلا از این طریق آدرستون کامل در آوردین، استانتون اینا رو متوجه شدین چیه، شهرتون متوجه شدین چیه، میان این کارو میکنین. روی یه کاغذ می‌نویسین مثلا کشور ایرانه، استان یا شهرستانتون تهران میشه، شهر یا روستاتون مثلا فیروزکوه، ما چیز کردن همون فیروزکوه میرم. فیروزکوه میشه اولین معبر. خب میشد چی؟ بولوار ولیعصر بود اونجا، بولوار ولیعصر. دومین معبر شد خیابان حسینی استریت. خب بولوار پسی شد بلود. خب ولیعصر بلود نوشته میشه. دومین معبرم خیابان حسینی بود، حسینی استی میشه، استریت میشه. سومین معبرم کوچه بود، کوچه قاسمی بود، قاسمی علی میشه. خب پلاک ساختمونم 14 فرزند میشه NO یا همون نامبر 14. واحدتون هم مثلا 7 بوده، میزنیم مثلا یونیت 7. اینو مثلا حالا شما میخواین بیاین وارد کنید، پس اول اون طریق آدرس دقیقتون رو پیدا میکنید و میاد اینجا. خب پس گفتم از آخر اینا به اول میان. ما اگه از فارسی میخوایم بزنیم باید چیز کنیم. کانتری کشور زده بود چی؟ ایران. ایران رو مینویسیم. خب اینجا میذاریم پستال کد، زیپ کد. میگه کد پستی یا زیپ کدتون چیه، هم کد پستیتون چیه. اگر دقیقاً میدونی کد پستی چیه اینجا بزن، اگر نمیدونی دقیقاً مثلا کد پستی چیه اینجا رو بزن نو پستال زیپ کد نمیدونم یا ندارم. خب مشکلی نداره. استیت، این گفته ایالت، شهرستان یا چیزتون چیه. پس این شد روی اونجا نگه می داشتین. خب فیروزکوه رو نوشته بود، پایین سمت چپ نوشته بود تهران، سمت راست نوشته بود ایران. سمت راستی ایرانه که نوشتیم اینجا. حالا اینجا گفته شهرستان چیه، مثلا شهرستانو اینجا چی بود؟ شهرستان ما شهرمون فیروزکوه مثلا بود فرض میکنیم. خب شهرستانمون میشد چی؟ تهران. اینجا می نویسیم تهران. خب
CTU تمام میشه فیروزکوه. حالا اینجا آدرس لاین 2، آدرس لاین 1 و این کیراف. اولی این کیراف یعنی چی؟ یعنی همون برسد به دست مثلا اصغر آقا فلانیه، این همون برسد به دست فلان تو نام آپشناله. هر چی اینجا آپشنال اومد یعنی شما اختیار داری بنویسی یا ننویسی، مهم نیست، لزومی نیست. یک چون آپشنال ما نمی‌نویسیم. کلا من گفتم مثلا فارسی هم ننویسیم، اینجا من می‌خواستم بگم یک چیه فقط فارسی نمیشه. آدرس لاین 1، بعد آدرس لاین 2. توی آدرس لاین 1 شما سعی می‌کنید آدرستون رو بگنجونید. اگر شد، من میدونم آدرس ایرانی طولانی، اگر شد که شد، اگر نشد از 2 که آپشناله استفاده میکنید که ادامهش رو اینجا نویسید. حالا اینجا ما می‌نویسیم، گفتم از آخر به اول میان، پس اول واحد رو میزنن، پس چی شد؟ یونیت مثلا 7، واحد 7 بودین دیگه، یه دونه اسپیس، یه دونه نقطه، یه دونه اسپیس دیگه. مثلا پلاکتون چند بود؟ پلاکتون 14 بود، نمبر 14، یه اسپیس، یه نقطه بعدی. کوچه‌تون چی بود؟ کوچه قاسمی. علی هم میشه همون کوچه قاسمی. یه اسپیس، یه نقطه دیگه. باز اینجا الان هر چی میخوام بنویسم نمی‌نویسه، پر شده. خب میتونید این فاصله هایی که اینجا دادینو حذف کنید، فاصله ها رو مثلا چیز کنید، اشکالی نداره، مثلا یا اون نقطه رو بردارید. ولی باز تو این حالت من ولی عصر میبینید نمیتونم بنویسم، جا نمیشه. پس اینجا میام تو خط پایین، کوچه رو که نوشتیم. خب دومین معبر چی بود؟ حسینی مثلا بود، خیابون حسینی رو مینویسیم، حسینی استریت. خب بعدش هم میام چی مینویسیم؟ اولین معبر چی بود؟ ولیعصر، بولوار ولیعصر بود. بعد مینویسیم ولیعصر بلوار، نمیدونم چیه، همین BLVD، این میشه بولوار. این هم نوشتیم، پس چی شد؟ بولوار ولیعصر. حالا چی بود؟ حالا شهر میخواست، بعد شهرستان یا استان رو میخواست، بعد زیپ کد رو میخواست یا همون کد پستی، بعد کشور میخواست. اینجا نمیشه. اولی هم که گفتیم پس چیه؟ مهم نیست که شما مثلا بنویسی، آپشناله. خب اینجوریه قضیهش. پس شد ساختمان یونیت 7، مثلا واحد 7، نامبر 14، مثلا میشه نامبر 14 میشه پلاک 14، قاسمی علی که میشه همون کوچه قاسمی، حسینی استریت که همون کوچه حسینی که این بالا جا نشد دیگه، اومدیم پایین چون آپشنال یه خط دیگه هم بهمون داده. بعد ولیعصر بولوار هم این. اگرم باز تو خط اول و دوم چیز کردی، خیلی چیزا رو کم کردی، نشد، جاهای مهم رو بنویس، کوچه‌تون رو بنویس، یا اگه خیابونی که توش هستین رو بنویس، یه خیابون اصلی رو بنویس، تموم شد رفت. با یه خیابون مثلا با پلاک و واحدتون، واحد پلاک، کوچه یا خیابونی که خونتون توشه، خب و خیابون اصلی دیگه، تموم شد. اینا هم بنویسه اوکی دیگه. نمیخواد حالا ما ایرانی‌ها کلا چیز بنویسیم، فقط اینا میخوان حدود رو در بیارن، اینو مثلا بزنن تو گوگل، اون آدرسی که میاد بعدم تو اطلاعات بعدی داده این آدرس باشه، نباشه میگن او این یه جا چیز کرده مثلا. چون بعدم ازتون میخوان که تو فرم بعدی که وقتی برنده شدین میگن از 12 سالگی به بعد هر جا خونتون بوده آدرس رو باید بنویسین. این توش نباشه اونجا داستان میکنه. خب country where you live today، اینجا اگر همین یه کشوری که همین الان دارین توش زندگی میکنیم، ما مثلا میزنیم چی؟ ایران. تو ایرانیم الان مثلا. ولی نه، اگر تو ایران به دنیا اومدیم مثلا چی اسمش، توی الان آلمانی، خب جرمنی آلمانی، مثلا ایرانی هستی تو ایران هم به دنیا اومدی، اون بالا نوشته بودی ولی تو آلمان الان زندگی می‌کنی، حالا حاضر که داری فرمو پرم اینجا میزنه آلمان. ولی نه، اگه توی ایران هستی، تو ایران هم به دنیا اومدی، همشو مثلا میزنی چی؟ ایران. بعد اینجا تلفن نامبرتون میخواد، فون نامبرتون میخواد. خب اینجاش مثلا از شما شماره میخواد. خب شماره‌تون رو میتونید بنویسید، میتونید ننویسید. چرا؟ چون آپشناله. اگه خواستین بنویسید اینجا یه پلاس 98 میذارید چون تو ایران این دیگه. خب بعد مثلا می‌نویسید چند صفر، مثلا 912 111 44 دهنت سرویس، عجب شماره‌ای داری سگ. حالا این صفر رو نمیخواد بزنیم، وقتی پیش شماره زدیم پلاس 98 912
111 44 44. بعدی چیه؟ ایمیل میخواد ازتون. آقا ایمیل اگر دارید الان، قبل از اینکه اینجا بزنید برید توی ایمیلتون رو توی دستگاه خارجی که لاگین نکردین مثلا توش نیست بزنید و رمزش رو دوباره بزنید، اون رمزی که میدونید دارید رو بزنید ببینید آیا درسته یا نه. اگر درست بود باز اون رمزتون و ایمیلتون تو تلگرام جایی هر جایی شد بنویسید که گم نکنید، چون کل این پروسه بعداً رو ایمیل سواره، رو ریل ایمیل میره این قطار. اگه ریل ایمیل نباشه یا رمزش نداشته باشه دیگه تموم شد، یعنی اصلا برنده شدی هم ولش کن. پس میام مثلا ایمیل رو میزنه، مثلا ما اینجا میزنیم KKS 2222 احمدی، خب @gmail.com مثلا. من این مثلا زدم، بالا ایمیل میزنید، پایینم دوباره ازتون میخواد. اگر اینجا یه جایی اشتباه کنید خب اینجا میگه این ایمیلتون یه جای اشتباه داره، خب این بالایی مثلا نبوده. اگه مثلا یه عدد مثلا اشتباه بزنید پایین سابمیتش کنید این اون عکس خطا میده، میگه ایمیلت درست است. پس اگر ایمیلتون رو داشتین خب اول مطمئن شید که رمزش هم دارین، اوکی، بعد اینجا بزنید. اگرم ندارین من پیشنهاد میکنم یه ایمیل کلا واسه این لاتاریه بسازید، جدا بسازید، رمزش هم یه جا یادداشت کنید که دیگه اوکی بشه خیالتون. توی قسمت بعدی اینجا میگه آقا شما تحصیلاتت چجوریه؟ خب به نسبت تحصیلاتی که شما داری در همین الان نگاه کن. What is your highest level of the education you have achievement as today؟ یعنی همین الان چه مدرکی هست که شما گرفتی، بالاترین مدرکی که شما گرفتی. مثلا اگه داری لیسانس میخونی فوق دیپلمتو گرفتی، منظورش فوق دیپلمته، الان گرفتی لیسانستو ولی نگرفتی اینه. یا مثلا دیپلم چه اسمش، دیپلم داری واسه فوق دیپلم میخونی، دیپلمو اینجا باید شما بزنی. خب شما بریم ببینید مدرکتون چیه، به نسبت مدرکتون بزنید. مثلا یه بنده خدایی که الان اینجا فوق دیپلمه یعنی کاردانی کارشناسیه میشه یونیورسیتی دیگری. خب بالاتر نزنید، پایینتر زدید اشکال نداره، حداقل همون دیپلم باید باشه. بالاتر نزنید داستان میشه، اگه پایینتر زدید بعدم اوکیش میکنید. خب اگر هم که فوق لیسانس داری میشه چی؟ مستر دیگری. ولی حالا ما میگیم مثلا یه علیرضایی مثلا فوق دیپلم داره میذاریم یونیورسیتی دیگری. خب اگر فنی حرفه‌ای قبول شدین اینجا زده ووکیشنال اسکول. فنی حرفه‌ای توی گوگل ترجمه کنی میشه ووکیشنال اسکول. خب ولی دیپلم فنی حرفه‌ای تو گرفتی این نیست. این ووکیشنال اسکول یعنی چی؟ یعنی شما آقا یه جا رفتی این چیزا آموزشگاه فنی حرفه‌ای، خب ناخونکاری یا جوشکاری مثلا چیزی رفتی اونجا لایسنس گرفتی، خب یعنی مثلا یه گواهینامه جوشکاری یا یه گواهینامه مثلا ناخونکاری، اینا اون منظورشه. اون چیزی که هست اینجا نوشته اونه. اشتباهاً اگه چیز گرفتی نزنین اینجا. خب ولی مثلا اگه دیپلمتو گرفتی داری دانشگاه مثلا چیز میکنی بزنید سام یونیورسیتی کورسز. حالا باز میگم اینو من طولانی نمی‌کنم، یعنی مثلا فوق لیسانس مثلا داری میشه مستر دیگه. بالا دیگه از دانشگاه رفته باشی دیگه میدونی انگلیسی واحدت چیه دیگه. اگه نمیدونی واقعا فکر کنم اونورم بری داستان داری، نتونی چیز کنی از لحاظ گفتاری و چیز و اینا، نتونی با کسی کانکت بشی. خب قسمت 13 What your current marital status. این میگه آقا وضعیت تأهلت دقیقاً چجوریه الان. خب اگر مجردی، نامزد کردی، عقد نکردی، فقط نامزدین اینا، خب و کلا هیچ عقد رسمی مثلا نداری و مجردی، الان میزنی آن مرید یعنی مجرد. من نامزد کردم ولی عقد نکردیم، نه بزن ازدواج، بعدم داستان میشه وسط. خب میان میگن که آقا مدرک بده، بعد همونجا ریجکتت میکنن، میگن شما الکی گفتی فلانم با فلانی مثلا ازدواج کردم که فلانی هم ازش پول بگیری اونم با خودت ببری آمریکا. همچین گندکاری بعضیا کردن، اینا دیگه دیدن چیز میکنن. پس حواستون باشه مجرد هستید به هر نحوی میشه آن مرید. بعد چیه؟ married and my not citizen. خب توی دومی میگه آقا ازدواج کردم ولی همسرم، زن یا شوهرم، خب همسرم آمریکایی نیست، شهروند آمریکا نیست، سیتیزن آمریکا نیست.
خب این برای اون شخص است. سومی چیه؟ married and my، این هم دقیقا همونه، میگه ازدواج کردم ولی همسرم سیتیزن آمریکاست، شهروندی آمریکا رو داره، اقامت آمریکا رو داره. خب دیورست که میشه طلاق مطلق، طلاق گرفتم. ویدو این میشه چیز، این میشه بنده خدا فوت کرده، خب همسرتون فوت کرده. آخری لیگلی حاجی این آخریه رو کشتنتون هم نزنید. این توی ایران اصلا وجود نداره، این کلا تو کشورهای مثلا یه ذره اوپن‌تر و بازتری وجود داره. چیه قضیه؟ طرفا از همدیگه جدا نشدن، طلاق نگرفتن رسمی، ولی جدا دارن از همدیگه چیز میکنن، زندگی میکنن. من نمیدونم چه فازیه ولی هستش. پس این آخری رو جون به جونتون کردن نزنید، چون کلی داستانها دارید باید ثابت کنید، یه چیزایی یا مدارک ببرید. اگر نباشه اینجا اشتباه زده باشید کلا ریجکت میشید، یعنی کلا قبولتون نمیکنن. پس اگر ازدواج نکردی و مجردی آن مرید، متأهلی و ازدواج کردی میشه مرید. دومیه. بعدی چجوریه؟ نامبر آف چیلدرن. اگر ازدواج کردین قبلا بچه دار شدین بعد طلاق گرفتین یعنی مجردین ولی بچه دارین، اینجا میزنید تعداد بچه‌تون 5 تا 2 تا 5 تا. چه خبره؟ مثلا یه دونه بچه دارین، خب الان مثلا طلاق گرفتین، میشین آن مرید توی 13 و پایینم میزنید 1. یا مثلا آقا ازدواج کردین میزنید دومیه رو میزنید، مرید رو میزنید که تو این گزینه میشه گزینه 13 میشه دومی. یه نه مثلا بچه اینجا میزنید. اگر ازدواج کرده باشین، خب چیز کرده باشین، باید مشخصات همسرتون هم بعد اینکه اینجا کانتینیو زدین، خب که اینجا دیگه تموم میشه چیزش، ثبت نامش، کانتینیو زدین مشخصات اونم باید بدین. خب اگر هم بچه هم داشته باشین باید مشخصات بچه‌تون هم بدین. دقیقاً این همینه، دقیقاً این همینی که پر کردین واسه بچه‌تون واسه همسرتون باید شد. ولی اگه مجردید عین من یه عقاب تنها و دمتون گرم، میاد چیکار میکنید؟ تو قسمت 13 میذارید مجرد و مرید، اینجا هم فرزندانتون رو سفت، هنوز بچه ای نداریم، اینجا رو میزنید و روی گزینه آخر کانتینیو میزنید. منتظر میمونید که سایت میدونستم همچین چیزی میشه. آقا هیچ اروری نداد. ما اگر یادتون باشه عکس اون چیزی که اینجا بهتون نشون دادم، این عکسه، این عکس رو ما گذاشتیم و این عکس ثبت نامش انجام شد و برنده لاتاری میشه. بعدم ریش ما میخنده. هیچ اروری نداد، اومده بعدی. به خاطر این بود پس میگفتم برید عکس رو ببینید. خب اینجا دوباره همون چیزایی که پر کردین و اینجا بهتون نشون داده. خب میگه چکش کن. چک کردید اوکی بود، سابمیت این سبزه رو میزنید. اگر مشکلی داشت خب تو این برگه یا این از این بالا میتونید برگردید درست کنید یا از این پایین نمیشه go back to part 1 اینو میزنید میرید اینجا میتونید ادیتش کنید. کلا هم اگه بیخیال شدید که فکر نکنم کسی اینجا این کنسل تا حالا تو کل این خاندان زندگی زده باشه، اینه کنسل. اینجا روی سابمیت که بزنید ثبت نامتون تموم شد، اینو بهتون میده. آقا این فرم از روش اسکرین شات میگیرید، از روش برمی‌دارید عکس میگیرید، اینو برای توی تلگرام خودتون بفرستید، توی یه جا دیگه بفرستید. این کدا رو همه رو برگه پرینت بگیرید یا بنویسید. کوچیک یا بزرگ بودن این حروف کانفرمیشن نامبر مهم نیست، خب چون خود سایت چکش میکنه. یادتونه اول همه چی رو من کوچیک مینوشتم ولی اینجا همه چی رو براش بزرگ کرده حروفشو، پس خود سایت دیفالت بزرگ میکنه. شما کوچیک بنویسید یا بزرگ بنویسید فرق نمیکنه، فقط فارسی نباید بنویسید، انگلیسی باشه. اینو میگیرید و جواب لاتاری هم اومد که کی میاد؟ 3 می 2025 جوابش میاد، احتمالاً که همون اردیبهشت خودمون میشه 17 18 اردیبهشت حدوداً، و سپتامبر 30 سپتامبر 2026 هم ددلاینش، یعنی تا اون موقع شما باید ویزا گرفته باشین. نگرفته باشین دیگه اصلا. موفق باشین، امیدوارم به کارتون بیاد. سابسکرایب کنید، دمتون گرم. تنها چیزی که بیام بیشتر چیز کنم اینه که کسایی که تا اینجا ویدیو میبینن تا آخرش و کسایی که سابسکرایب میکنن، اون عدد هر چی تکون بخوره من بیشتر خوشحال میشم که بازم یه ویدیو بهتر بیام بسازم. امیدوارم حالتون عالی باشه، موفق باشین.